بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشین، روزتون بخیر. سلامت باشید. یعنی شبتون بخیر در واقع. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید برادر عزیز. جناب انصاری، من اسم مستعار میگم، آخوندی هستم از ایران. آقای آخوندی بفرمایید برادر عزیز. بعد میخواستم یه گلگی از شما بکنم. بفرمایید. شما اینقدر این ائمه رو میبرید بالا که اینا واقعا شدن شیعیان که میبرن، شما هم میبرید میشن بت. و خود حضرت علی در صلحنامه‌اش قسم خورد که پاک نمیکنه. حضرت رسول خودش گرفت نشون داد با دست مبارک خودش اونو خط زد. آیا این چی هست؟ اشتباس، گناه چیه؟ در صورتی که مربوط میشه به اصطلاح امامت و چیز اصول دین مربوط میشه، یعنی حضرت نبی و امامت و اینا. این چی حساب میشه؟ چرا باید این کارو بکنن و شما چرا باید اینو ببرید بالا؟ آقای آخوندی برادر عزیز، اولا که در اونجا وقتی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نمیخواد پاک بکنه به خاطر نافرمانی نیست. ببینید یکی میاد مثلا یک امری از الله و رسول رو سرپیچی میکنه به هدف نافرمانی، به هدف قبول نداشتن. اینجا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به خاطر محبتی که به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشت و به خاطر اینکه ایمان داشت که محمد رسول الله هست و مشرکین چی گفتن؟ گفتن ای محمد اسم تو بنویس و اسم پدر تو، رسول الله ننویس. این صلحی است که بین محمد رسول الله و سهیل ابن عمرو به نمایندگی از مشرکین. این کلمه رسول الله رو گفت اگر بهش اعتقاد داشتیم که با تو نمی جنگیدیم، اگر اعتقاد داشتیم که تو رسول الله هستی با تو نمی جنگیدیم. لکن سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اعتقاد و ایمان داشت که ایشان رسول الله هستند. به خاطر همین اینکه پاک نکردن و امر رسول الله را قبول نکردن به دلیل نافرمانی نبود، به خاطر عین فرمانبرداری بودین. این عین فرمانبرداری بود. منم همین خدمت شما عرض می‌کنم، میگم ایشون میدونست ایشون نبی خداست، چرا به خداوند قسم خورد که پاک نمیکنه؟ در فیلمش هم که تلویزیون ما گذاشت، بله گوش میدید حرف منو یا؟ بله آقای آخوندی، بله واضح از حرف شما بفرمایید. بعد در فیلمی هم که تلویزیون ما گذاشت این جمله‌ای که به خدا قسم خورد و گفت و حضرت رسول 3 بار تاکید کرد پاک کن که گوش نکرد. حضرت علی کم شخصیتی نبود، من اینو میدونم. درست. و ایشون قسم بخوره یعنی جونش بره قسمش نمیره. و میدونست این نبیه، میدونست تو خونه این بزرگ شده، میدونست اون نمک اینو خورده، میدونست اصول دینه. یعنی یکی از اصول دین همین نبوته. درست. چطور یهو میاد این کارو میکنه و بهش میگن اشتباه شد، ولی حضرت عمر رضی الله یک کاری رو میکنه میگن کافر، اون یکی یک کاری میکنه میگن کافر، اون یکی کج راه میره میگن کافر. آقای آخوندی برادر عزیز و بزرگوار، ببینید یعنی ما اعتقاد ما مسلمان ها بر این است که غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم و بقیه انبیا طبیعتا دیگر هیچ انسان معصومی وجود نداره. علی هست، ابوبکر هست، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، عایشه، حفصه، همه اینها معصوم نیستند. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معصوم در تبلیغ و در دعوت و در رسالت هستند و گاهی اوقات اگر از ایشون اشتباهی هم سر زده چون توسط وحی کنترل می شدند، همون لحظه همون ثانیه الله سبحانه و تعالی این اشتباه رو تصحیح کرده. غیر از رسول الله که با وحی ارتباط ندارن امکان دارن اشتباه بکنن. ما هیچ وقت مرتبه و مقام صحابه رو
چه علی باشه یا غیر علی باشه از آنچه که هستن و بودن بالاتر نبردیم. میدونم این حرف شما درست. ببینید من نمیخوام توهین بکنم، خدا شاهد نمیخوام توهین بکنم، ولی مثلا خود حضرت علی با جنگی که با معاویه رو انداخت، این جنگش باعث شد که حالا کار با جنگ جمل ندارم، اون زودتر بود، ولی جنگ با معاویه باعث شد اسلام 5 شاخه بشه. ایشون که 30 سال صبر کرده بود، تو خونه نشینی کرده بود، یعنی ایشون درایت و فکر و مدیریت یه خلافت رو نداشت. ایشون نمیتونست بره 4 نفر دستگیر کنه بیاره بگه بابا اینا قاتلای خلیفن. میدونید من چی میگم؟ میگم خلیفه رو کشتن، نه آدم عادی. درست. و ایشون هیچ کاری اصلا اسم نبرد، اصلا نگفت من انتقام میگیرم، نگفت من قصاص میکنم. به زور شمشیر رفت کوفیان و باهاشون بیعت کرد، فیلم نشون داد مال کشتر، رفت شمشیر گذاشت که بگو شب یا روزه. ببینید خود شیعیان دارن اینو میگن تو کتاباشون، ما نمیگیم، اونها میگن تو کتاباشون گفتن با شمشیر گذاشت بیعت کرد، بعد که حالا بیا بریم برای من به جنگیم. کدوم آدم عاقل این کار میکنه میره به جنگه؟ بعدم ببینید یکی دوتا نیست، من میگم بالا نبرید به خاطر اینه. زمانی که مالکشتر به 10 قدمی معاویه رسید، برگشت گفتش که من با 10 ضرب شمشیر معاویه رو سرش رو جدا میکنم. پیک اومد گفت مالکشتر نکن این کار رو، حسنین رو دارن میکشن اگر بخوای سر حضرت معاویه رو جدا کنی. اینجا چی نشون میده؟ یعنی اسلام و فدای بچه هاش کرد. خب بچه هاشو سرشون رو میبریدن، معاویه هم حضرت معاویه هم سرش رو قطع میکردن، هم زیر بال پر علی میشدن. ببینید اشتباه یکی دوتا نیست که من بخوام بگم من دشمنی دارم یا من چی، اینا حرفای من نیست. آقای انصاری من خدا شاهده برنامه شما رو میبینم، خیلی دوستتون دارم، من اصلا حرفای من نیست، من اینا فیلمایی است که نشون میدن، کتابایی است که نوشته شده، من حرف خودشون رو به خودشون دارم میزنم. همین آقای آخوندی که طلبه است که من اسلام گشتم آخوندی، همین میاد تو برنامه همین حرفا رو به نفع علی میزنه. درست. تشکر میکنم. اشتباه یه بار. درست. تشکر میکنم. شاخه شد دین اسلام. یه شاخه خود حضرت معاویه بود، یه شاخه خود حضرت علی بود، یه شاخه خوارج بودن، یه شاخه ام المؤمنین عایشه بود، یه شاخه هم بی‌طرف بودن هستن. تشکر میکنم. همونجا شروع شد اسلام از بین رفت. تشکر میکنم از شما برادر بزرگوار. الله مطالب ستون کنه. حالا من نمیدونم جوابی هست یا انشالله صحبت میکنیم در این مورد. انشالله. سلامتی. خدا نگهدار. ولی خود تو رو خدا جوابایی بدید، چون دوستتون دارم منطق باشید، به خدا شما خیلی بزرگه و خیلی عالمی، جوابایی بدید که عقل من حقیر، من سنم بالاست، من حقیر تو این سن و سال عقلم بسنجه بفهمه. چون من به شما گفتم من تمام حرفایی که زدم از رو حرفای خود اینا بود، جمله‌ای که اونا جابجا کرده بودن من بردم سر جاش. باشه در این مورد تشکر. قیافتونم دارم میبینم که زیبا نگاه میکنین به من، خیلی ممنون. تلویزیون البته کمه. خدا نگهدارت. با خوش ببخشید معذرت میخوام. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. ببینید در این که اون اختلافات سبب چندستگی در بین مسلمان ها شد، در اینجا هیچ عاقلی شکی نداره. حتی وقتی که ما در بعضی از مصادر تاریخی داریم چه در نزد اهل سنت و بعضی از کتب شیعه که من دقیقاً یادم نیست در کدوم کتاباشون ذکر شده، حتی سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه مانع شد از رفتن سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به جنگ صفین. یکی از سوالات مهمی که همیشه اهل سنت میپرسن، عموم مسلمان ها میپرسن از مدعیان تشیع، همین است که علی
با معاویه جنگید، حسن با معاویه صلح کرد. کدوم اینها برحق بودن؟ شما میگید که ام المؤمنین با علی جنگید، یا طلحه و زبیر با علی جنگید، معاویه با علی جنگید و مسلمان ها کشته شدن، یکی از اینا باید برحق باشن. جواب ما قبلا هم این بوده که امکان داره دو گروه مومن با هم بجنگن. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا در سوره حجرات الله سبحانه و تعالی ذکر میکنه. پس دو گروه مومن امکان داره با هم بجنگن. در اینجا مسئله تکفیر نیست که ما یکشون رو کافر بگیم یکشون رو مسلمان بگیم. دو گروه مسلمان اجتهاد کردن، با هم جنگیدن و در جنگ هم شیرینی تقسیم نمیکنن. در جنگ این گردن هاست که بریده میشه، دست و پا بریده میشه، انسان ها میمیرن، زخمی میشن، کشته میشن. اما با همین معاویه‌ای که علی جنگید، حسن باهاش صلح کرد. کی برحق بود؟ اگر بر اساس منطق اینها ما فکر بکنیم، حوادث تاریخی این یک حقیقت است، نشان داد که کسانی که درخواست و به اصطلاح خواسته محاکمه شورشیان رو داشتن، درخواستشون درخواست بجایی بود، درخواست باطلی نبود طوری که بعضیا فکر میکنن. چون اگر در اون زمان اونها می اومدن محاکمه می شدن، دیگه از بین همون شورشیا ابن ملجم نمی اومد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو در مسجد کوفه به شهادت برسانه. یعنی آغاز فتنه ها با کشته شدن سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه شروع شد و اگر یعنی با قاطعیت جلوی فتنه ها گرفته می شد، این همه بدبختی امت با این بدبختی ها دچار نمی شد. ما می بینیم که در زمان سیدنا ابوبکر، در زمان سیدنا عمر، فتوحات اسلامی چقدر گسترش پیدا کرد. مسلمان ها تا اقصا نقاط جهان رسیدن، سرزمین های بزرگی فتح شد، یک نوع آرامش و سکون در کشورهای اسلامی بود. وقتی که باب فتنه باز شد بعد از قتل سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه، می‌بینیم که اختلافات داخلی، گروه خوارج که اومد و جنگ هایی که رخ داد و طبعا اینها زائیده اشتباهاتی بود که رخ داد، چه از طرف سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و چه معاویه. ما نمیگیم که اینطوری که شما فرمودید که همه تقصیر گردن حضرت علی بود، نه خیر. شاید معاویه اشتباهاتی کرده باشه، شاید سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اشتباهاتی کرده باشه، طلحه، زبیر، ام المؤمنین عایشه و خیلی دیگر از اشتباهاتی که وجود داشت، چون اینها معصوم نبودن. منتها آقای آخوندی و دیگر برادران عزیز و گرامی، وظیفه ما چی است در این زمان؟ الله سبحانه و تعالی در مورد امت‌های گذشته چی میگه؟ تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اینها امت‌هایی بودند که گذشتن، آنچه که کردن برای خود کردن و شما آنچه که انجام دهید برای خود انجام می‌دهید و از شما پرسیده نمی‌شود که آنها چه کار کردند. در زمان امام موسی کاظم میگن که گروهی اومدن و خلاصه با ایشون صحبت میکردن در مورد ابوبکر چی کار کرد و عمر چه کار کرد و کی بر حق بود و کی بر باطل بود. امام موسی کاظم نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک محاوره گفتگوی خیلی جالبی داره با ایشون. میگه از ایشون پرسید که آیا شماهایی که دارید در مورد ابوبکر و عمر و علی و طلحه و زبیر و عثمان اینا دارید صحبت میکنید، از جمله کسانی هستید که در آیه 8 سوره حشر الله سبحانه و تعالی در مورد آنها میفرماید که للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانه؟ شما از جمله اونهایی هستید که این آیه در موردشون نازل شده که برای فقرای مهاجرین است آنچه از اموال فی یا اموال غنیمت که گرفته میشه، کسانی که خارج شدن یا خارج کرده شدن از دیارشون و از اموالشون به خاطر رضایت الله سبحانه و تعالی و در جستجوی بهشت الله سبحانه و تعالی بودن، شما از اون جمله هستید؟ یعنی شما از جمله مهاجرین هستید؟ گفتن نه یا ابن رسول الله، ما از اون جمله نیستیم. گفت آها، پس حتما از جمله اون کسایی هستید که آیه 9 سوره حشر در مورد اونها نازل شده که والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. شما جمله اون کسانی هستید که در مدینه
جای گرفتن و ایمان آوردن و کسانی را که به سویشان هجرت کردند دوست داشتند و در دلهای خود از آنچه به کسانی که هجرت کرده بودند داده شده بود احساس حسد و نیاز نمی کنند و آنها را بر خود مقدم می دارند. گفت یعنی شما از جمله انصار هستید؟ اینا گفتن نه یا ابن رسول الله، ما از اون جمله هم نیستیم. امام موسی کاظم در اینجا میگه و من شهادت میدم که شما هم از جمله اونهایی نیستید که آیه 10 سوره حشر در مورد اونها نازل شده. آیه 10 سوره حشر چی است؟ با هم ببینیم. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. و نیز کسانی که بعد از مهاجرین و انصار آمدند میگویند پروردگارا ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهایمان کینه‌ای نسبت به کسانی که ایمان آوردند قرار مده.